حالا ما شما که یکمک مثلا اگه اون تو سعی کنین یکمک نماز صحیح خوان یک کاکاک میبرش میگه او وهابی شدی بازی وقت سعی کنی که نمازش کلش خراب شده دیگه پس گفت چرا والا مرا فلان در یک کلمه میگم در یک فشنگ وقتی در گرفت مردم دام میفته کلش رای نمیزنه این یک دونه فشنگ طیاره وقت پرواز کرد والا استاد بسیار سخت است مولا چطور گفت یک کس مرا این تو گفت ها حال خود راست که یک کار خوب کردی حتما یا شیطان انسانی یا جنی یک کلمه خوب میگه نه یک کسی میگه ایواز هوشیار رو گپش دفع بکنه فشنگش یک فشنگ دیگه بزن یک روز یک کس میگه استاد شما وهابی شده من گفتم شما بی وهاب هستید چی من گفتم مثلا ما وهابی تو بی وهاب وهاب خو نام الله هست قبول نداری خی تو کافر نه خی ما استاد وهابی هستیم خلاص چرا وهاب نام الله هست